ما به عربی بنویسن. ضمن این که زبان عربی هم زبان بین المللی بوده. بوعلی سینا اگر به عربی نمینوشت، چون همیشه فارسی زبان بوده، یه عده میگن ترک زبان، به هیچ عنوان ترک زبان، ازبک ها میگن ترک زبان، به هیچ عنوان ترک زبان نبوده بوعلی سینا. فارسی دری صحبت میکرده، هم فارسی خودمون صحبت میکرده. ولی خدمتتون عرض کنم چون که کتابهاش رو به عربی مینویسه، باعث شناختنش در دنیا میشه، چون زبان بین المللی بوده و بسیاری از دانشمندا کتاب‌های بوعلی سینا رو حتما تهیه میکردن، میخوندن. و در هر صورت آثار بوعلی سینا اگر ماندگار شده به خاطر این خدمات علمی که انجام میده هست و به زبان عربی ما الان کسی نداریم، حتی از تو اعراب هم نداریم به این شیوایی کتاب بنویسه. توی زبان عربی نفر اول بوده در زمان خودش. بله خیلی. بعد خدمتتون عرض کنم اتفاقی که برای بوعلی سینا میفته، مجبور میشه بیاد دیگه. سامانیان رفته بودن کنار، یواش یواش یا خوارزمشاهیان و سلجوقیان صحبت بوده. همدان با ما دیگه اول. بله میگم خدمتتون. بعد بوعلی سینا میاد به جنوب خراسان، شهر نسا میره، بعد میاد به شهرهای، میره گرگان، چون یکی از دوستای صمیمیش ابوالمعالی قابوس ابن وشگیر یکی از دانشمندانی هست که حاکم شهر گرگان بوده. اون دعوتش میکنه، قبلا هم هی باش مکاتباتی داشته، میره به سمتش که متاسفانه همین به اصطلاح مبارزاتی که پیش میاد و جنگ‌های داخلی که پیش اومده بوده، میره میبینه که افراد دیگه‌ای اومدن، یعنی سپاه خود قابوس ابن وشگیر علیه حاکمشون مسلط شدن توسط نمیدونم یکی از بزرگان به اصطلاح مازندران اون خطه بوده و این رو دستگیر کردن، اسیرش کردن. بوعلی سینا یه هفته اونجا میمونه توی گرگان، بعد میاد دیگه شهرهای جنوبی. اینجا توی این فاصله ها که میاد، تو هر شهری که اقامت داشته، متاسفانه عمال سلطان محمود غزنوی همچنان در تعقیبش بودن. همیشه هر شهری که میرفته با لباس مبدل از اون شهر. بعد یه چیزی که هست، در زمان بوعلی سینا هیچ نقاشی تصویری از بوعلی سینا نکشیده بوده و به خاطر همین شناخته نمی‌شده. اگر تصویرش بود اینا پخش می‌کردن توی شهرها، میگفتن که اینو دستگیر کنید. این محمود غزنوی دشمنیش ادامه داشته، میاد تا سمت از به اصطلاح میاد شهرهای شمالی، از گرگان میاد به سمت مازندران، شهرهای مازندران. بعد میبینه مردم خیلی مریضن، ناراحتی گوارشی شدیدی دارن. بعد بررسی که میکنه اون مدتی که اونجا بوده توی این مسیرها، به داد مردم هم میرسیده. هر جا که میدیده میبینه که مردم همه ناراحتی گوارشی دارن. میبینه دلیلش اینه که شمال خیلی وفور نعمت بوده از غذاها، مواد غذایی، تمام اون چیزایی که بوده، مردم نمیدونن چی رو با چی بخورن، چی رو با چی رو نخورن. به خاطر این مشکلات گوارشی زیادی دارن. بعد برای اولین بار رساله پزشکی رو می‌نویسه، بعد میده به یکی که اینجا همراهش ابو عبید جوزجانی همراهش بوده، از جوزجان همراهش بوده، شاگردی که خیلی بهش خدمت میکنه و خیلی با وفا بوده. این از جوزجان با بوعلی سینا همراه شده بوده، حتی گرگان هم میره. بعد جوزجان هم این جزء ایران هست. بله خدمتتون عرض کنم. بعد میاد اینجا به جوزجانی میگه که اونایی که سواد دارن رساله منو بنویسن، بزنن به